این جان فیدایی نیست، این بیزنس است. ما شما چقدر از یوتیوب مبلغ درآمد میکنید، چقدر شماره تماشابینتون زیاد میشد، چقدر لایک ها ویدیو شما را در ریتینگ یوتیوب میبردارن، چقدر ریتینگ ویدیو شما بلند میشه. شما بیزنس کرده استین. شما چیکار نکرده؟ شما اگه جنایت هست، همین جنایت اینا ما از یوتیوب پول کار میکنم. به سوخه پوز بگیر. اینا ما از یوتیوب پول کار میکنم، نو جنایت میکنم. جنایت بگو خای. رحمانوف چند سال شد راهبرای؟ مرا بگو چند سال شد؟ 28 سال. واه بچه چند سال راهبرای؟ بگو تو آزادی چند سال؟ چند سال؟ برادری که در مسنجر تماس گرفتیم. بله سلام علیکم. سلام علیکم. بگذارین صورت. علیکم. شما را آماده این که عکستان بگذارن در افیر؟ بله. بگذارین. بله بفرمایید. سلام علیکم. علیکم سلام. الو. بله ما شما رو میشنوم. سلام علیکم. اینجا هستین؟ خوب هستین برادر؟ تشکر. تشکر. سلامت باشین. سلامت باشین. بسیار گفتارهای خوب، بسیار تحلیل‌های خوب، اما یک چیز من نگرانی میکننده. خب مدام از خدا و از رسول، من اصلا آدمی داننده دین نیستم. من عقیده شخصی خود من همچون شهروند، همچون انسان ابراز می‌دارم. خب مدام که از دین گپ میزنید، از نام خداوند گپ میزنید، با فکر من که ضرور نیست اینقدر تحقیر. اینجا تحقیر بگین که تحقیر بگین مرحمت. من قریب که این برنامه شما رو هم تماشا کردم. خب بگین اینجاش تحقیر است که اصلاح کنیم. اینجاش یعنی تحقیر نداد. شما گوش کنین. شما چند کس اوزی تعلیم دادین که اول گوش کردن یاد گیرین. خب التماس من عذر میخوام شما رو یگون دشنام کردن نیستم، یگون گپ قبیح گفتن نیستم. من اصلا نه جانبداری شما هستم، نه جانبداری حکومت هستم. من فقط پس چی میخواین گفتن؟ نه جانبداری این، نه جانبداری این. دعوای شما سر چی میکنین در این میدان اصلا؟ نه اصلا در این میدان چی میخواین؟ شما گوش کنین اکا، شما گوش کردن بفرمایید. شما را تعلیم دادیم در افیر که گوش کنین. شما گوش کردن ما تعلیم دادیم، شما خودتونم گوش کنین. من فقط همین نظر من چیزه، مدام که از نام خداوند گپ میزنی، از نام دین گپ میزنی، شما تحقیر نکنید. یعنی چگونه تحقیر؟ بگین چگونه تحقیر؟ ما میتونیم در برابر سخنهای شما سخنهای قبیح بگیم. اما شما حالا که همون میشکه کامپیوتر، همون تگمچه تلفن که در دست خود شما است، میتونید صدای ما رو خاموش کنین. برای همین نه بگین تحقیر میگین، بگین اموی برارا. نه گوش میکنم بگین. من خواهش میکنم زیارت شای که هستی زنگ نزن دیگه در مسنجری من. همین شما اگر خالصن جانبدار همین ملت هستید، جانبدار همین مردم اذیت دیده تاجیک هستید، باید اقواانگیزی نکنید. آنگاب در کجای اقوااندازی کردیم؟ یعنی کی را اقوااندازی؟ کی را گفتیم؟ چی گفتیم؟ رحمانوفا؟ من در نظر میگیرم که شما همین قدر جوانه که دعوت میکنین یا حکومت نو اگه دیدی که تو از رحمانوف دفاع کردی، تو شخصی بی‌طرف نیستی. من چگونه تو را گوش کنم؟ تو نفری بی‌طرف نیستی. تو از رحمانوف دفاع کردی، تو بگو من طرفدار رحمانوفم، بمانمت گپ زنی. من همین برنامه شما رو تماشا کرده، شما رو سوال دادنیم که اگر شما در همون سالهای جنگ شهروندی، اگر شما صاحب کمال می بودین، صاحب وظیفه می بودین، عیناً همین چیزی که بگیم که فرزانه ملت ما از بحر جونشون گذاشتن، از بحر زن و فرزند گذاشتن. بگو یگان چه اسمشو بگیر که اسم یگان چه بگیر. مثال یگان چه نامشو بگیر. کیا از بحر زن و کی یگان چه نامشو میدونی؟ مثال شما عیناً همین کارو میکردین. مثال کی؟ مثال کی؟ اوخی وای من خاطر دیوال گپ نزده استم. من سوال مثال کی؟ فرزندانی که جانشون دادن مثال کی؟ خب شما اول سوال ما دا جواب دادین که شما همین که جان فدایی میکردین یا که نه؟ این همین حال جان فدایی کردم. این جان فدایی نیست؟ این جان فدایی نیست، این بیزنس است. ما شما چقدر از یوتیوب مبلغ درآمد میکنید،
چقدر شماره تماشابینتون زیاد میشد، خب. چقدر لایک ها ویدیو شما را در ریتینگ یوتیوب میبردارن، خب. چقدر ریتینگ ویدیو شما بلند میشه. شما بیزنس کردستین، شما چیکار نکردستین؟ شما اگه جنایت هست، همین جنایت این ما از یوتیوب پول کار میکنم. به سخن پوز بگیر. اینا ما از یوتیوب پول کار میکنم، نو جنایت میکنم. جنایت بگو خای گرونش کن. اگر دیگه کار داشته باشین، شما هیچ وقت با اینترنت دسترسی پیدا کردن نمیتوانین. اینقدر گویم که تحلیل ها و اینقدر پرسجو یه نفری به طرف گوش کنین. کار شما در اونجا یگون کار نمیکنین. یگونه کاری که شما زندگی شما رو میبره، کار شما رو میبره، انمی شبکه یوتیوب است که شما انمی خیل یک وایسته یک مقاله خلقی است که اگر کدام عضوی که درد میکند، تمام عضوها جانب همو سر میبرند، یعنی که همو تمام عضو به درد میداره. شما امروز یک درد جامعه را کبیرین که گفته که همین درد که امروز در تاجیکستان هست در یگان منطقه دنیا نیست. شما همین چیز گفتنی، اما همین چیزی که شما میگین در تمام دنیا هست، در تمام دولت ها هست. تمام دولت هایی که بعد از پاش خوردن اتحاد شوروی مستقل شدن، استقلالیت به دست آوردن، همین در تمام دولت ها است. اما ببینید که اونا ملت فروشی نمیکنن. تمام کردی؟ در افیر شما حس کنید که 8000 آدم شما رو تماشا دارن، همین تاجیک نیست، از دیگه ملت، از دیگه دولت ها اونا ما رو آموخته استن. شما بر اینها سببگار نیستی ملت میشید. تمام کردی اکی؟ تمام کردی؟ آقا وقت دادم بستو تمام کردی؟ بود کردی؟ وقت دادم گپ زدی نه؟ نه خطت نکردم هم مگه پادا گفتی خو این آن وای این بود کردی؟ خب بود کردم. اکی سوالا جواب تگی خودت آدمی بی‌طرف بوده یا که از رژیم رحمانوف دفاع کردی؟ کدامش؟ ما از رژیم دفاع نکردستم. ما همچو شهروندی آزاد، همچو شهروندی. پس چرا جنایتی او طرف نمیگوی؟ همچو شهروندی آزاد. بس بسیاری بد نگذر. در تاجیکستان همه پشت در دستای همه زولانه باشد، همه فرض کردیم در سر همه سلاح گذاشتگی، همه در یک رژیم قرار دارد که مردم در حالت زورآوری قرار دارد. تمام آخی خواب تو سر تو آزاد نیستی. سگت مرا گوش کن، تو آزاد نیستی. رحمانوف چند سال شد راهبرای؟ مرا بگو چند سال شد؟ 28 سال. واه بچه چند سال راهبرای؟ بگو تو آزادی چند سال؟ رحمانوف چند سال شد پرزیدنت های؟ برگم شد بخاموشش کن. چند سال راهبر شده؟ تو آزاد نیستی، تو غلامی، تلخکفی. تو نمیدونی که یک نفر رحمانوف 28 سال شد راهبر در یک کشوری دموکراتی. شرمندگی از یک نفر 28 سال پرستش کنی. اوش تای پاش میبره، اوش بالای پاش میبره، اوش تای سرش میبره، اوش از جای دیگهش میدره. این برآمده است میگم من نمیدونم چند سال راهبر برای که تولد نشده بودیم مردک راهبر بود. نمیدونی مار بری میدره شست میکنه، خیال میکنه من بگم برای یگام دیوالم خم میکنم. من نه با این کار دارم نه با او کار دارم. آخه بگو چی گم کردی دیجا مدامی کار نداری؟ نه این طرف بودای نه او طرف بودای. کدام طرف؟ چی گم کردای؟ کی ترا اجازه دادای؟ پس عجیب گپ میزنن. خیال میگم این دنیا به سوی بای همین برای همین گپ شب بگم مردم که تمام دوستش میداره. زور بده است.